بینندگان عزیز، در 24 ساعت گذشته BBC فارسی با این شخص در تلویزیون خودش مصاحبه‌ای کرد. آقای رجب سفروف، عضو هیئت کارشناس روسی در مذاکرات قزاقستان بر سر رژیم حقوقی دریای خزر و گفتش که از قول این آدم گفتش که آره 50% از دریای خزر که سهم ایران هستش روش پافشاری نشده. امروز یک مصاحبه تلفنی مفصلی رو با آقای رجب سفروف انجام دادیم. از پشت پرده های مصاحبه گفت و گفتش که منظور من اون چیزی نبوده که در رسانه ها اومده. حالا بریم بشنویم تیکایی رو که آقای رجب سفروف در BBC گفته و مصاحبه تلفنیش رو من برای شما پخش میکنم. روسیه کارشناسان وقتی که جمع اومدیم برای اولین جلسه ای که ببینیم در کدوم چارچوب باید این حالا فصل بشه، همه ما انتظار داشتیم که ایران طبق قرارداد سال 1921 و 1940 درخواست 50% حق خودش را خواهد کرد. همین یه تیکه صحبت آقای رجب سفروف همه چشماشون رو بستن و گفتن آی سهمو گرفتن، ایران پافشاری نکرد روی 50%. از این صحبت ها حالا ما اومدیم یک مصاحبه تلفنی گرفتیم، گفتیم خب رسانه باید بره اصل ماجرا رو از خود این شخص یا خود رسانه هایی که در اختیار این شخص هستش جویا بشه. امروز هم یک مکالمه تلفنی باش گرفتیم. من مکالمه تلفنی رو میذارم، اصرار هم داشت که مکالمهش سانسور نشه. من عین مکالمه رو بدون سانسور برای شما پخش میکنم که ببینید اصلا اصل جریان چی بوده. آیا سهمی رو ایران امضا کرده؟ آیا ایران دریای خزر رو واگذار کرده در کنوانسیون بیرون یا نه؟ همیشه شما لطفا اگر خبر رو دنبال میکنید دنبال اسناد و مدارک باشید، نه اینکه حالا نقل و قول رسانه ها و تحلیل های اونها. امروز شماره این شخص رو پیدا کردیم و باهاش مصاحبه تلفنی گرفتیم. گوش بدید. فردین هستم آقای دکتر، از برنامه اینترنتی پشت پرده باهاتون تماس میگیرم. مصاحبه شما رو توی بخش BBC فارسی دیدم، خیلی هم توی ایران این قضیه صدا کرد. یه سوال ازتون خواستیم بکنیم اگر در یه دقیقه وقت داشته باشید. خب شما از کدام برنامه اینترنتی پشت پرده در کانال یوتیوب؟ آره آقای دکتر، یه بحثی شما یه سخنرانی دیشب کردید در BBC فارسی، گفتید که ایران از حق 50% خودش کنار رفته و پافشاری نکرده و عملاً دریای خزر یا همون دریای کاسپیان رو واگذار کرده به روسیه. خواستیم قشنگ قضیه رو همون شفاف سازی بکنید. آیا این جلسه آخری که دیروز برگزار شد واقعاً ایران دریای خزر رو واگذار کرده اون حق 50%ش رو یا نه؟ اینا مردم هنوز براشون مبهمه این قضیه. اصلا من این حرف رو نزدم. آقای فرمایید اسم شریفتون؟ فردین. آقای فردین، من نگفتم که از من دیروز که حرفای دیگه ای رو بیان کردم. ما انتظار داشتیم که ایران از حق خودش دفاع میکنه و این 50% رو طلبکار خواهد بود، چون که فروپاشی روسیه در اون سطح 50% مالی شوروی ببخشید فروپاشی شوروی در اون 50% مال شوروی انجام شده و هر مشکلی که اینجا بود مشکل این طرفه، نه مشکل ایران. درسته. یعنی اینجوری صحبت شده بود. ما الان نمیگیم که ایران بازنده است، ما نمیگیم که از حقوق خودش گذشت کرده. یه فکرهای داشته ایران که واقعا به اینجا توافق کرده. درست. الان این توافق نهایی که دیشب انجام شد توی جلسه قزاقستان چی بود؟ اینو هیچ کسی هنوز نمیدونه چون جزئیاتش بیرون نیومده هنوز که امضا شد تفاهم نامه. اینجا 4 نکته الان داره دیگه توی چارچوبی فضای حقوقی قرار گرفت. یکم امنیت در این منطقه، دوم ممنوع بودن حضور نیروهای خارجی علل خصوص نیروهای نظامی خارجی. منظور چه کشورهایی بود نیروهای نظامی خارجی؟ منظور همون امریکا بود دیگه، درسته؟ کشورهایی که بیرون از این منطقه هستن، هر کسی با درست، نه تنها امریکا، بغیر از کشورهای حاشیه دریای خزر، اون هر کسی باشه دیگه کشور خارجی میشه دیگه. پیش از این مگه بودن توی دریای خزر؟ نه، اگر میگن که بیان. اگه بیان. خب مثلا آذربایجان میتونه یه قرارداد با امریکا به امضا برسونه و اون
امریکا میخواد برای این پروژه سرمایه گذاری بکنه و به خاطر حفظ سرمایه خودش میتونه اونجا نیروهای خودش رو بگذاره. درسته؟ دیگه این قرارداد به این اجازه نمیده. درسته. یعنی قبلا این اصلا حرف این نشده بود، جای به هر حال مستمر نبود. الان دیگه این اجازه رو ندارن کشورها که خودشون این برنامه ها رو داشته باشن. سوم، اجازه فعالیت های اقتصادی در دریای خزر و این کشورها این اجازه رو دارن دیگه. و چهارم، اجازه هست که بین خودشون قراردادهای داخلی رو داشته باشن که هم پایینی و هم زیر خاک دریای خزر براشون مشخص بشه، مثل استخراج نفت و حالا در ماهیان و آبزیانی که اونجا هستن. درسته؟ از جمله تمام اون منابعی که زیر دریا هست، یا گاز باشه یا نفت باشه یا ماهی باشه یا چیز دیگه باشه، این دیگه مرزها را بین خودشون کشورها توافقات میکنن. قبلا این پیشنهاد بود که همه کشورها باید توافق بکنه به این، یعنی راحت تر شد. این 4 نکته تنها به این رسید. چیزی اصل مونده، چند درصد دریای خزر با که تقسیم میشه، این اصلا بیرون از کنوانسیون مونده. بعد پایانی دریا و تنها ستونی آب برای استفاده مشترک میشه. و از هم مهم اجازه هست که مثلا با زیر دریا خطهای لوله گاز یا نفت کشیده بشه. معمولا گاز منظورشونه. درسته. که دیگه قبلا مثلا این اجازه رو هیچ کس نداشت. الان شما با توجه به اینکه خودتونم یه دقیقه ما داریم خیلی زیاد داریم صحبت میکنیم. درسته. خب یه چیزی که الان وجود داره این هستش که الان دقیقاً ایران چند درصد از اون دریا سهمشه و باید چند درصد رو طلب بکنه در حال حاضر؟ ایران میخواد حداقل 20% داشته باشه و پیشنهادی که در وریانت آخری کنوانسیون براش بود 13% بود، 13.9%. خب چرا 13% قبول نداشت؟ درسته. و این موضوع دیگه وارد کنوانسیون نشد. الان چند درصد الان مشخص نیست اصلا. خب چرا 20% برای هیچ کشور؟ 20%، چون خب ایران سهمش مگه 50% نبوده طبق اون کنوانسیون های قراردادهای قدیمی که وجود داشته؟ نه، اونجا دقیقا نه اومده که 50% باید باشه. اونها گفته که این دریاچه داخلی 2 کشوره، کشور اتحادیه شوروی و جمهوری اسلامی ایران. و در نظر داشته بود که مادام که 2 کشورن بین این 2 کشور تقسیم میشه، ولی در هیچ قرارداد نه اومده که 50-50. درسته. پس حالا این چون توی رسانه ها اومده بود که حالا صحبتایی هم که شما کرده بودید گفته بودید که توی زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی روی سهم 50% پافشاری نکرده بوده. شما الان توی صحبتتون دارید میگید خب 50% خب حق ایران نبوده. حالا من نمیدونم کدوم حرف رو ما باید قبول بکنیم، حق ایران 50% هست یا نیست؟ الان این سوال وجود داره. از روی اون 2 قرارداد بین 2 کشور تقسیم میشه 50-50 در نظر گرفته شده، ولی این سند ثبت نشده. شما میدید فرق این صحبت ها چیست؟ درست. یعنی 50-50 که سند همچون سند ثبت شده باشه نیست. در اونجا آمده که این دریاچه داخلی 2 کشوره و 2 کشور مدیریت و فعالیت اینجا را اجازه دارن. یعنی با از این منطق این قرارداد، یعنی که این دریاچه برای 2 کشور تقسیم میشه. از بس که نگفتن که 70/30 یا 40/60، معلوم که دیگه در نظر دارن که برابره دیگه. درست. بعد یه سال دیگه ایران استخراج نفت و گاز و اینها رو تا قبل از این قراردادی که دیشب امضا شد داشت یا نداشت از دریای خزر یا همون کاسپیان؟ من الان صدای شما را ندارم. میگم که ایران اجازه برداشت نفت و گاز رو داشته از دریای کاسپیان یا نه، یا همون دریای خزر در طول سالهای گذشته قبل از این تعهدنامه و تفاهم نامه؟ اصلا
صحبت سری اون در اون قراردادها اومده که هر کاری که انجام بشه باید با توافق دیگر انجام بشه و کشتیرانی و همه چیزها موضوعاتی که اونجا بوده در اتفاقات جدید باید انجام بشه. یکی از قراردادها مثلا اجازه داده نمیشد که مثلا نیروهای جدید اونجا بیاد و قرارداد سال 1921 مثلا تنها نیروهای نظامی روسیه اتحاد شوروی را در اونجا در نظر می گرفتن و بنابراین خیلی استفاده نفت و گاز در اونجا خیلی دقیق ناومده. مطمئنا ممنوع نبود ولی به هر حال روی این هیچ منیوری داده نشده و برای هم ایران و برای هم روسیه از لحاظ منابع انرژی این دریاچه قابل اهمیت نبوده. برای اتحاد شوروی قسمتی آذربایجان مهم بود که یک مناطق نفتخیزی اتحاد شوروی بود و از سالهای قدیم اونجا این صنعت وجود داشت و این فعالیت ها انجام میشد. یعنی سهم آذربایجان، اون قسمتی که مال آذربایجان بوده، نفت و گاز داشته، قسمت ایرانش چی نداشته که بخواد بیاد تمرکز بکنه رو دریای ایران؟ نه اون قسمت ایران رو اصلا هیچ کس تا این مدت هیچ کاری نکرده و حتی نصف دریای خزر در زمان اتحاد شوروی هم هیچ مداخله اتحاد شوروی به قسمت ایران نکرده، به قسمت دوم که مال ایران حساب میشد. دست شما در نکنه آقای دکتر، سپاسگزارم وقتی که در اختیارمون گذاشتید. شما یکی به من بگید که برداشت مردم ایران از این، من یه صحبت‌های معمولی خودم رو داشتم، دیدم که غیر انتظاری من خیلی نکته حساس مثل که شده و چیزی که در رسانه الان اومده با توجه به صحبتایی که شما کردید این بوده که شما گفتید که ما پافشاری نکردیم تو حق 50%مون، 13% از دریای خزر رو به ما دادن، حالا چیزی که داره توی عموم مردم میچرخه و دریای خزرمون رفته طبق اون تفاهم نامه و حالا حرفای شما رو هم رفرنس قرار دادن که شما صحبت کردید و ایران عملا دریا رو داده به روسیه و اصطلاحاً باج داده به روسیه. خب مردم الان خیلی ناراحتن از این صحبت‌ها. آره متاسفانه. حالا نمیدونم، خب به هر حال میگن یه تفاهم‌نامه دیروز امضا شده که احتمالاً این برداشت‌ها درونش صورت گرفته. حالا صحبت شما که در بخش BBC فارسی پخش شد الان همه مردم به اون استناد میکنن و میگن که آره مثلا شما که صحبت کردید ایران اون 50% رو نمیخواد و اصلا پافشاری نمیکنه. حالا یعنی الان گلایه از این هستش که مردم و مسئولین میگن که مسئولین اینجا بیکفایتی کردن و 50% که حق ایران بوده رو نگرفتن. طبق قراردادی که در اون سالا با شوروی بسته شده 50% دریای خزر مال ایرانه، 50% دریای خزر مال شوروی. حالا اون شوروی شده 4 تیکه، به ما ربطی نداره، بعد اون 50% تقسیم بر 4 بشه. یعنی حرف به صورت سادهش این میشه. ما که این حرفا رو واقعا اونجا گفتیم میشه که درسته. خب حالا نمیدونم، بعد ببینیم که برداشت مردم حالا بعد از این مصاحبه که ما پخش بکنیم چی هستش. حالا نظر خودتون چیه به هر حال و فکر میکنید که دولت مرد ایران چه واکنشی نشون بدن و حالا با خود توجه به اینکه شما پای یه میز مذاکره باشون بودید؟ ببینید ما احساسی اونی که برنده هستیم یا بازنده هستیم نیستیم و من فکر نمی کنم که ایران بازنده است و من فکر میکنم که کار خوب و درستی را ایران انجام داد که پشت پای مذاکرات اومد و این کنوانسیون رو به امضا رسوند. اگر واقعا این حرفای مهمه، اگر این کار رو نمی کرد خیلی ها در ایران میگن که نباید میرفت اصلا حضور میداشت، نباید امضا میکرد. با این امضای خودش این بازندگی خودشون رو تایید کردن و به هر حال اینجوریه. من فکر نمی کنم که این حرفا درسته. اگر رفت و ایران این کار انجام نمیداد، اولا این که خودی جمهوری‌های حاشیه دریای خزر خیلی ناراحت میشدن از این، چون که اینها برای همسایه‌های ایران هستن و میگفتن که ایران با هر بهانه میتونه
داره جلوی پیشرفتی ما رو داره میگیره با هر بهانه‌های سیاسی و خرده‌گیری و یعنی علاقمند پیشرفت اقتصادی ما نیست. این تا اندازه میتونه دلیل باشه برای اونها در روابط بعدی با ایران. دوم، تمام کشورهای غربی با سروری امریکا بهانه جدید درست میکنن که ببینید ایران کشوری هست که اصلا حاضر نیست حتی با همسایه‌های خودش کنار بیاد و ما همیشه میگفتیم که این کشوری مثلا نیست که با اون اعتماد کردیم بر اون برو یه چیزهای دیگه، فشارهای جدید سر ایران درست میکردن. و سوم، اگر این کارو نمیکرد واقعا اون کشورها منتظر نمیموندن که ایران میاد پای مذاکرات رو به امضا میرسونه، کارهای خودشون رو در مناطق خودشون انجام میدادن، فقط اون قسمتی که به ایران ربط داره با اون دست نمیزدن و هیچ کس که کسی دیگر رو منتظر نمیمونه. الان خصوص در شرایطی که اقتصاد این سه کشور خیلی و خیلی به منابع دریای خزر خیلی وابستگی داره، بنابراین من فکر نمی کنم که کنارگیری ایران کاری خوبی می بود، ولی 20% هم از لحاظ پیچیدگی مرزها و حالت جغرافی ایران که بین ترکمنستان و بین آذربایجان هست نمیشه همچون با طور فیزیکی گرفت و 20% تقسیم کرد. یعنی این یک پارچه چهارکنجه‌ای نیست که 20% با اون داد 20% با اون داد. این در بعضی جاها خیلی مرز کوچیکه، در بعضی جاها خیلی فراخه و دیگر. بنابراین از لحاظ فیزیکی و بعد قسمت دوم کنوانسیون استفاده مرزهای دریایی و دریاچه‌ها و دریاهای آزاد اینا هیچ کدام این به دریای خزر درست نمیاد. چون که این نه دریاچه داخلی است، چون که به هر حال یه دریای بزرگی که اینا به هیچ وقت نمیشه دریاچه گفت. از طرف دیگه این با آبهای آزاد هیچ ارتباطی نداره و واقعا این یه دریای داخلی است. بنابراین نه کنوانسیون دریای آزاد نه در کنوانسیون دریاچه‌های داخلی اینجا خیلی زیاد مستمر نیستن برای اینجا. این کنوانسیونی که به امضا رسید اصلا مدلی جدیدی مقرراتی الان بین المللی خواهد شد. حالا جلسه بعدی کی هستش که بخوان این سهم رو بررسی بکنن؟ مشخص شده که جلسه بعدی کیه؟ نه الان که برای سهم صحبت نیست، اون بعدم صحبت‌های کارشناسی خواهد شد و همینش خیلی مشخصه که مذاکرات بعد از اینم ادامه خواهد پیدا کرد و مسائلی الان این کنوانسیون تقریبا 60 تا 70% مسائل را در بر میگیره. اون مسائل مهمی که بود اون پشت این مونده، چون که اگر اون رو میخواستن حل و فصل بکنن به امضا نمیرسیدین کنوانسیون. الان 22 سال دارن روی این مذاکرات میکنن و اینجا رسیدن که اون مسائل پیچیده را الان ببرن کنار و اون چیزی که مورد موافقت کشورهاست اون رو به امضا برسونن. به هر حال شما لطف کنید این حرفای ما رو دقیق تر بیارید که هیچ چیزی اضافه نشه، چون که من دیدم خیلی دوستان از خودشون کلمات و پیشگویی ها و برداشت های خودشون رو دارن می نویسن. بسه چشم، من عین صحبت شما رو بدون هیچ سانسوری پخش میکنم. ممنون. خداحافظ. مرسی دکتر، متشکرم. خداحافظ.